برای دیدن بیشتری مطالب اسلامی کانال یوتیوبی ایمان صلات را سابسکرایب نموده زنگوله را فشار دهید. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می کند. قل للذي يسعى لإرضاء الإله واسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أجرا عظيما. حضار گرامی، برادران مؤمن و عزتمند، به سلسله و ادامه موضوع قبلی ما که در جمعه قبلی در مورد مقام و منزلت صحابه کرام سخن گفته بودیم و الله متعال مقام صحابه کرام، عمل کرد و کردار صحابه کرام، اخلاق و فداکاری صحابه کرام برما و شما در کتاب خود واضح می سازه تا امت بعدی در مورد یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم چی باور و عقیده داشته باشه و نشوه در آخر امت مردمان پیدا شوه همچون مردم نعوذ بالله طعن بگویه وار خدشدار بسازه. الحمدلله که کتاب الله متعال تایید صداقت و فداکاری صحابه کرام رضی الله عنهم در کتاب خود نموده که تا روز قیامت ای تلاوت میشه. هر مسلمانی که قرآن تلاوت میکنه تایید صحابه را، صداقت صحابه را، فداکاری و غیرت، ترحمی که در بین داشتن و دشمنی با کفار بر ما برملا میسازه و ما مسلمانان باید از کردار و روش صحابه کرام درس عظیم بگیریم که زندگی ما همچو صحابه کرام رضی الله عنهم برای نصرت دین الله متعال، نه برای اغراض شخصی و منافع شخصی، بلکه برای نشر اشاعت دین الله از همه موارد منافع شخصیشان پیش بوده. اگر ما منهج صحابه کرام تعقیب بکنیم انشاءالله عزت و افتخاری که برای صحابه نصیب شده بود نصیب امتهای بعدی هم خواهد شد. شرط امیسته که امیر رای صحابه کرام تعقیب شوه و صفتایی را که قرآن کریم برای ما انگشتنما کرده او صفتا در وجود ما پیدا شوه، در زندگی ما دیده شوه. ما در این موقع رسیده بودیم که و رحماء بینهم در بین خود خیلی زیاد رحمدل بودن، لیکن الشداء علی الکفار، سری کفار خیلی سخت و مقاومت قوی داشتن، با کفار هیچگاه مداهنت نمی کردن، اینطور نمی کردن که خود نعوذ بالله عاجز بشمارن و در مقابل کفار نعوذ بالله راه چاپلوسی و راه نعوذ بالله راه جاروب کردن در پیش بگیره. صحابه همونطور که دینشان قوی بود همین قسم غیرت و سنگرشان هم قوی بود. به هیچ وجه هیچ موقع سختی و تکلیف صحابه را نرم نساخت که در مقابل کفار تسلیم شود. الله متعال صفات ازوا را بر ما بیان کرد و دیگه از جمله صفاتایشی بود که اثر سجده ها، اثر تابعداری و تسلیمی به نظام الله متعال در سیمای ازوا دیده میشد و منقاد بودن. حق کلمه حق ولو که هر قدر به ضرر شخصیشان تمام میشد، گاهی هم
راه خروج از اینمی حق در پیش نمی گرفتن. مکمل تسلیم به نظام حق بودن و به حق تسلیم بودن، ولو که به از بین بردن اقربای خود تمام شد. حتی آماده بودند به یکی قریب خدا از بین ببره، تیغ از گردنشان بکشانه، اما دفاع از حق بکنه. که با تأسف این مسائل در امت بعدی بسیار کم دیده شود که کسی تمام موقفای دیگه خدا بگذاره و موقف اسلام تقویت ببخشه. امروز اکثر مردم در بندای تنظیم، در بندای گروه، در بندای جغرافیا، در بندای نژاد، در بندای لسان، جغرافیا، در مختلف بندها گیر آمده. منافع اسلام گاهی در مقابل بندها ارج نگذاشته، پیش ندانسته، بلکه همیشه عموم منافع شخصی و تنظیمی و قومی را پیش از منافع اسلام دانسته، که سبب بدبختی و عقب ماندگی امت بعدی شده. الله متعال صفات صحابه را برمان گشنما میکنه، میفرماید ذالک مثلهم فی التورات. این مثالشان در تورات بود. صحابه چه صفاتی داشتن؟ اخلاق فردی که تعلق به صحابه بود کدام قسم بودن؟ یعنی سیمای ظاهریشان چه عنوان داشت و چه مثال داشت؟ ما معلوم کردیم که صحابه همیشه تسلیم حق بودن، در مقابل کفار سنگر می گرفتن، به یک وجه تسلیم از وانه بودن، اما در بین خیلی تلطف، نرمی، خیلی فداکاری، خیلی ایثار و قربانی در بینشان موجود بود. برای یک مسلمان بسیار زیاد تواضع و فروتنی را به خرج می دادن، بسیار ترحم و مهربانی در بینشان موجود بود که واقعا از حکایات و زندگی صحابه کرام برای ما و شما مکمل واضح میشه. کسی که صحابه کرام حکایاتش میخونه برش واضح میشه که صحابه چی منوال داشتن، چی طریقه در بین خود داشتن. صفات ظاهریشان برای ما واضح شد که وا تسلیم به دین بودن. اثر سجده و رکوع در سیمایشان دیده میشد. همیشه در نماز عبادت الله بالکل واضح میشد. الحمدلله امروز در تمام مساجد یک نفر که عقیده صحیح داره، الحمدلله، یک نفر که محبت پیغمبر و طریقه پیغمبر در قلبش است، در بین مردم مکمل نمایان است. هر کس در هر مسجد میشناسه که آدم کدام آدم است. از نمازش، از حرکات نمازش شناخته میشه که رکوع، سجده، قیام، قاعده از این شخص به کدام سیستم است. الحمدلله این سیما یا این اثر الله متعال به او مردم نصیب کرده که واقعا محبت سنت رسول الله را داره و همیشه محبت با سنت رسول الله داره. در جستجویش است که ما به کدام سیستم نماز خدا مطابق نقشه پیامبر صلی الله علیه و سلم بخوانم و مورد قبول الله متعال قرار بگیره. امی سیمای صحابه کرام بود. الله متعال صفات دیگر هم نصیب ما بکنه. و مثلهم فی الانجیل، الله متعال مثال صحابه را در انجیل قبل از اینکه صحابه در دنیا بیا، الله متعال قبلا خبر داده، در کتابای آسمانی آثار صحابه، صفات صحابه را بیان کرده. الحمدلله که او امو صفات در صحابه مکمل نمایان شده و کدام صفاتی که کتابای آسمانی بیان کرده بود در صحابه دیده شد. چطور شده میتونه که الله متعال آخرین پیامبر خود روان بکنه برای محکم کردن دین خود، برای نشر و اشاعت دین خود، ولی نعوذ بالله ازواجش نعوذ بالله فاحشه و فاسقه باشه، او یارانش مرتد و بیدین باشه. به الله قسم چطور الله باشه که همچو به پیغمبر خود همچو مردم انتخاب بکنه؟ کلا و قطعا. الحمدلله که کلام الله سر این صفات برگزیده صحابه ناطق است و هیچ کس نمیگه. اگر حدیث در این مورد می بود شاید میگفتن که راویا ضعیف است، حدیث ضعیف است، حدیث خود ساخته شده. اما کلام الله متعال کسی رد کرده نمیتونه، کسی تکذیب کرده نمیتونه. الحمدلله براءت صحابه را از او طعنهایی که از طرف دشمنا برشان مواجه است کتاب الله واضح میسازه و براءت از وار اعظم چو طعنها مکمل اعلان میکنه. این یکی از جمله او نمو افتخارات بزرگ، امتیازات بزرگ صحابه کرام شمرده میشه که قرآن سر صفات از ما ناطق است. به که تورات کدام صفاتای صحابه را برای ما پیش میکنه، انگشتنما میکنه که ما بدانیم که صحابه کدام مردم است. قرآن برای ما میگه که زرع اخرج شطأه. الحمدلله دین پیغمبر الله متعال تمثیل کرده با برآمدن یک زراعت، یک بوته که در یک زمین میبراید،
جوانه میکشه، بعد از او قویتر میشه، بعد از او ساقیش خوب قوی میشه، پس از او شاخ و برگ میگیره، پس از او میوه میگیره، پس از او دیقانی که او دانه را کاریده و از او دانه استفاده کرده، او دیقان بسیار خوش است، بسیار خوشایندش میآید. و معلومدار گپ است که کسی که دشمن امچو میوه باشه او بسیار غصه میشه که چرا دانه از این ثمر گرفته. عجیب است، قرآن کریم کل مسائل بر ما نکته به نکته واضح میسازه که محبین صحابه کدام مردم، مبغضین صحابه و دشمنان صحابه کدام مردم است. قرآن بر ما میگه که زرع اخرج شطأه، مثال صحابه به امرای پیامبر علیه السلام در نشر اشاعت دین و دعوت حق به مثل اونمو بوته بود، زراعتی بود که اون نو جوانه خود بکشه. زمانی که یک دانه را شما در زمین بندازی، جوانه میبره، زردنوک میباشه، نازک میباشه، او را هر چیز از بین برده میتونه، گنجش کم خورده میتونه، اما او یک کمی دیگه قوت پیدا میکنه. قرآن کریم بر ما بیان میکنه که زرع نخرج شطأه فآزره، پس تقویت بخشید به می زرع الله متعال که یک کمی دیگه جان گرفت، قوی شد، فاستغلظ، باز خوب محکم شد، یعنی عالی در سرحدی رسید که حشرات و پرنده ها ای را از بین برده نمیتونه. آنی دیگه ساقه یا امو جوانه که ما و شما میگیم به اصطلاح عوام ما، عامکی ما، گندش قوی شده، خوب محکم شده. الله متعال میگه فاستوى علی سوقه، برابر شد به امو جوانه خود. امو بوته در حالتی رسید که آلی جوانش خوب قوی شده. بعد از میگه یعجب الزراع، که آلی خیلی شگفت‌انگیز است به نزد او کسایی که اینمی دیقانی را انجام داده و بسیار خوش است. چرا؟ محنت و زحمتش بیجا نرفته، محنت و زحمتش ثمره گرفته، آلی از این ثمره استفاده میکنه، از او خاطر خیلی خوشایند است. ما و شما اگر یک درخت نهال میکنیم و اون نهال ما در ثمر میرسه، چقدر خوشی آدم میاد، خصوصا نهالی که میوه میده. بعد از الله متعال میفرما لیغیظ بهم الکفار، واقعا اتو سنگر اگر پخته شوه، اتو درختی که همیشه میوهش به مردم میرسه و از میوهش لذت میگیره، ایره خامخا دشمن ایره خوش نداره. الله متعال دین اسلام به مثل زراعت تشبیه داد، میوهی که همیشه مردم از او لذت بگیره، واقعا به وجودی از یا تقویت ببخشه. انسان وجودش آنقدر که ضرورت به میوه های گوناگون داره، ویتامین ها داره. نظام مقدس اسلام حیثیت ویتامین قوت برای وجود است. اگر در کدام بدن این نظام و این عقیده وجود نداشته باشه، او زراعت فاسد است، او زراعت خالی از ویتامین هاست. الله متعال برای ما این سخن خوب واضح میسازه. لیکن 4 مرحله را برای رسیدن اینمی میوه ها و استفاده ها بیان میکنه. کشیدن جوانه، بعد از او قوت گرفتن، بعد از او محکم شدن، بعد از او برابر شدن اونمو شاخ و برگ و میوه در سر ازی. مفسرین کرام نوشته میکنه الله متعال توسط دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم که نوع ضعیف آغاز شده بود، به مثل تخم کاریدن بود که پنهان پنهان دانه تا وقتی که در زیر خاک است، پنهان از کسی مشاهده کرده نمیتونه. دعوت پیامبر علیه السلام سری بود، کسی او را دیده نمیتونست. با اسلام آوردن ابوبکر رضی الله عنه و بعضی صحابه دیگر مثل که جوانه خود از سر بکشه از این دانه، اونمو قسم شد، آشکارا شد. بعد از او توسط عمر رضی الله عنه اینمی جوانه قوت گرفت، تقویت پیدا شد، صحابه زیاد در اینجا داخل شدند در نظام اسلام. پس از او در زمان عثمان رضی الله عنه او دیگه قوت گرفت، محکم شد. و بعد از او در زمان علی رضی الله عنه میوه گوهربار شد. پیامبر علیه السلام حالات حکومت مدینه را مشاهده کرد، در حبش مردم پیدا شد، این نظام قبول کرد، به مهاجرین پناه داد و بعد از او در مدینه منوره مردمایی که دفاع از دین بکنه پیدا شد. این مراحلی است برای دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم که پیامبر علیه السلام دعوتش از کجا آغاز شده، در کدام سرحد رسیده. عزیزان گرامی، دعوت حق همیشه می رقم می باشه، در اول خیلی ضعیف می باشه، اما شما یاد داشته باشه حق از بین نمیره. معاونین پیدا میکنه، مساعدین پیدا میکنه، کسانی که اندیشه و فکر داره، کسانی که واقعا در جستجوی حق است و امیتر نقطه های حق ولو که ضعیف هم هستن پیدا میکنه
و خود همراهی خود همراهشان اعلان میکنه که ما باید این تقویت ببخشیم. ما امروز امید دعوت دین خود، امید دفاع از منهج سلف خود، امید دعوت از تعلیمات والای پیامبر صلی الله علیه وسلم دمی طور حالت میبینیم امروز بیگانه است بین مردم. تعلیمات پیغمبر مردم ناشناس نمیشناسه. شما خود مشاهده میکنه سنت رسول الله به نزد مردم چیزی جدید است، بدعت است. برای شما نمیگه سخنی نو میگی، حرکتی نو هم از تو دیدم، این حرکت ها را ما ندیده بودیم. امی گپا میزنه بدعت به نزد مردم سنت گشته، سنت به نزد مردم بدعت معرفی شده. امروز میبینه ای ملت، ای کسانی که شما میشنوی سخنی مرا، ما دونمو سرحد قرار داریم که تعلیمات پیغمبر به نزد مردم ناشنا و بیگانه است. سنت رسول الله را پیش میکنی، مردم از او نفرت میکنه، مردم قطعتان همکاری و یاری نمیکنه بجز از او کسانی که الله برشان توفیق نصیب کرده که محبت تعلیمات پیغمبر در قلبش است. میبینه که این مجموعه ضعیف است، از نگاه ظاهری افراد زیاده نداره، مراکز قوی نداره، مردم قطعش استاد نیسته. لیکن امروز ما باید دفاع از دین واقعی بکنیم، و دینی که قرآن و حدیث پیغمبر تشریح میکنه، و دینی که ساخته هر فرد نیست، مفکوره هر فرد نیست، و دینی که هر کس گفته این کار خوب است و موجب ثواب است. نه، او طور دین ما تقویت نکنیم، از او طور دین پشتیبانی نکنیم. دینی که واقعا ثابت است کتاب الله واضح میسازه، دینی که در احادیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم که توسط علمای بزرگ امت الله جزای خیر نصیبشان بکنه تدوین شده، برای ما به طریق واضح رسیده. به که از او دفاع بکنیم، برای احیای سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اقدام بکنیم. چرا این زراعتی است که نو جوانه کشیده، به تقویت ضرورت داره، با بیاری ضرورت داره، به محنت ضرورت داره. دیقان کشت اموتور پیش نمیبره، فصلا سرش میگذره، بعد از او قوت برش میده، همیشه مراقبت میکنه که چیزی ایلن از بین نبره، بعد از اون میوه میگیره. ما از اینمی دینی که واقعا به منهج سلف ما باشه، اینمی قسم مراقبت از پیش ما کار داره، اینمی قسم محنت کار داره، اینمی قسم زحمت کار داره. ما باید تقویت اینمی جوانه، اینمی زراعتی که جدید ما و شما به مردم معرفی میکنیم، تقویت ازی را بکنیم، اینا نگذاریم که مردم از بین ببره. ما به خاطر ازی که ملت ما آشنا شوه با او دینی که صحابه کرام از پیامبر علیه السلام به ما رسانید، و دینی که و اسلامی که امو صحابی خونی خود در کف دست گرفت و تا افغانستان این عقیده توحید الله را بر ما و شما رسانید. اما امروز در قبر او طور اشخاص نعوذ بالله شرک میشه، در قبر او طور اشخاص اختلاط مرد و زن میشه، در قبر او طور اشخاص نعوذ بالله بدعت ها قائم میشه. افسوس است شخصی که پیام توحید به ما و تو رسانیده امروز قبرش نعوذ بالله عبادتگاه جور شده، توافگاه جور شده، او قبر حاجت روا میدانه. آیا امو پیغمبر خوش بود که قبرم به محالت باشه؟ نه، و برای محو امچو کارا حرکت کرده بودن، جهاد کرده بودن. اما امروز هدف صحابی زیر خاک پنهان میشه، اهداف دیگری نمایان میشه، الله گذاشته شده، به الله آواز نمیشه، از الله امداد طلب نمیشه، الله حاجت روا شمرده نمیشه. نعوذ بالله قبرها حاجت روا شمرده میشه، اولاد دادنی شمرده میشه، مریض خوب کردنی و شفا دهنده شمرده میشه. آیا این پیام صحابه بود؟ کلا قطعا نه، بلکه پیام از وایی بود که در تمام جهان شرک از بین بره، نظام و حکومت تنها و تنها کی باشه؟ الله جل جلاله باشه. اما امروز او صدا او خاموش شده، او آواز خاموش شده، کسی او را بالا نمیکنه. قرآن برای ما توصیف میکنه این موضوع را، برای ما و شما هم درس میده. ما هم در طور مراحل قرار داریم که این قوت بگیره، این محکم شوه و ما ببینیم ثمره از ایره. الحمدلله تا جایی را دیدیم محکم شده. نسل جوان ما نسلی که واقعا حقیقت جو است، انصاف داره، ضدی و عنادی نیست. اگر عالم است، اگر عوام است، اگر تجار است، اگر مامور است، اگر استاد است، فضل الله سبحانه و تعالی امروز از انصاف کار میگیره، مطالعه میکنه، ریسرچ میکنه، ارزیابی میکنه، عمل کرده میبینه که کدام طایفه واقعا استوار به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. از او خاطر امرایش همراه شده میره. بله این تقویت کار داره. ما غافل نباشیم، ما او دشمنی که میگیره سند دین ما را قطع کنه،
و دشمنی که میگیره صحابی ما را مطعون میکنه او را بشناسیم، او را جلوگیری کنیم، دستش بگیریم، در زبان نگذاریم که دیگه حرکت بده و علیه صحن و لعن بگویه. ما مسئولیت داریم در برابر الله متعال، چرا که این مردمانی بودن که قربانی دادن. شما ببینید آیا با پیغمبر قربانی هایی که صحابه داده کدام ما در عشر عشری از او رسیده میتونیم؟ قطعا نمیتونیم. از امو خاطر حدیث است که ابی سعید خدری رضی الله عنه از زبان مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث متفق علیه است نقل میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید لا تسبوا اصحابی. آیا در اون زمان کسی بود که به صحابه دشنام بده؟ کلا، در اون زمان نبود، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم الله متعال او را آگاه کرده بود که وقت و تاریخ برسه مردمان پیدا شوه که همراهان و یاران تو را نعوذ بالله دو دشنام بگویه. امروز ما به گوش میشنویم، که همچون طایفه ها پیدا شده، ولی پیغمبر وقت خبر داده لا تسبوا اصحابی، صحابه مرا دو دشنام نده. چرا نده؟ فلو ان احدکم، اگر یکی از شما انفق مثل احد ذهبا، خرج کنه مصرف کنه به مثل کوی احد واره، طلا را مصرف کنه به مثل کوی احد واره. پیغمبر علیه السلام میگه ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، به یک مدی از وا، به یک پاوی از وا نمیرسه و به نصف پاوی از وا رسیدگی میتونه. برادر مسلمانم خوب فکر بکن، الله متعال چی منزلت به صحابه داده؟ پیغمبر الله، یاران خدا، صحابه خدا توصیفش میکنه که ای مردم بدگویی صحابی مرا نکنه. چرا نمیکنه؟ دیگه گپایش میگذاره، فقط یک مورد بیان میکنه که اگر شما به مثل کوی احد مصرف بکنه، انفاق بکنه، خرج بکنه، نمیرسه به یک مد مصرفی که صحابه کرده. چرا این گپ میزنه پیامبر علیه السلام؟ در وقتی که مردم اضافه باشه، گپ سر و صدا خیلی اشاعت پیدا کرده باشه، در اونجا هر کس میگه من مددگار پیامبر، از دعوت پیامبر هستم. اما در روزی که واقعا صحابه در پیش پیغمبر میایه و میگه که ما در جهاد شریک میشیم، برای ما کدام مرکب و سواری موجود باشه، صحابه میگه که امرای ما مرکب و سواری نیست، و صحابه پس دور میخوره. بگوی باز چی میشه؟ تفید اعینهم من الدمع، چشمای مبارکشان از اشک پر شده، میریز اشک به خاطر که در جهاد شرکت کرده نمیتونه از جهت نبودن اسباب. آیا اوتر صحابه طعن و لعن گفته شود؟ شما بگوی که مد از وا چقدر قدر و قیمت داره. پیامبر علیه السلام چطور معرفی میکنه صحابه خدا برای ما اگر کوی احد یا در جهان کسی پیدا شده که در راه الله برابر کوی احد، نه برابر 100% کوی احد طلا را مصرف کرده باشه، پیدا کرده؟ کلا، قطعا پیدا نمیشه. پیغمبر تعلیق به امر اوتر امر میکنه که تعالی را کسی دیده نشده که مثل کوی احد واری مصرف کرده باشه. تو قدر صحابی را میدانی؟ تو عزت صحابی را میدانی؟ قرآن از او خاطر برای ما بیان میکنه که این مردم ها کدام مردم است. مؤسسه هنری پیمان فیلم، مرکز تولید فیلم ها و برنامه های اسلامی در افغانستان. انتشارات سید جمال الدین افغانی، مرکز فروغ الرحمن انصاری. تمامی این موضوع دست بیاورید. شان تورات بر مردمایی هستند مثالشان در تورات بر ما بیان شده بود که این قسم درجه به درجه در حد رسیدن که بله خوشایند زراع هم بود. پیامبر علیه السلام حکمت در مدینه دید، مجمعه مسلمانان را میدید، دلش خوش شد، دعوت هر طرف روان بود. الله اکبر. اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم در زمان علی رضی الله عنه زنده می بود، چقدر قلبش خوشحالی میکرد که از هر طرف در اکناف و اطراف آواز توحید بلند میشد. چقدر محل خوشی بود. آیا اینطور صحابه را که دعوت پیامبر در گوشه های جهان رسولید طعن و لعن گفت؟ کلا، قطعا نه. ما میگیم که قرآن بر ما میگه، الله متعال بعد از میگه لیغیظ بهم الکفار. قوت و متانت صحابه، حکومت اسلامی، دعوت دینه که کفار میبینه خوشایند نمیبینه. از او خاطر قطعشان چی میکنه؟ با غصه میشن و غضب میکنه که چرا یاد این پیمانه رسیده.
امروز مرکز شما را مردم همی قسم بد میدانه. با الله قسم جایی که درس قرآن شروع میشه، جایی که درس حدیث شروع میشه، مردم تو پیچ میشه که چرا این طور است، چرا این پیمانه رسیده. آیا آفتاب دست گرفتن پناه شده میتونه؟ کلا پناه شدن نمیتونه. مردم الحمدلله آگاست. اینطور یا باقی نمیمانن که همیشه همینطور در تاریکی باقی مانده باشه. خواره به مردم قصه کنیم، حکایت های دروغین بسازیم، مردم فریب بدیم، مردم به قبر آشنا بسازیم، به مقبره ها آشنا بسازیم، آلی ما با الله مردم آشنا بسازیم، صفات الله را برای مردم بیان کنیم که الله چی صفاتی داره. بیا که منزلت و مقام پیغمبر را بیان کن که مردم بشناسه که ما چه قسم پیروی از پیغمبری خود بکنیم. امروز هم سنگر حق مردم خوش نداره، لیغیظ بهم الکفار است. در هر جای کفار متوجه گپ است. اما ما مسلمانا مثل که صحابه بیدار بودن، واقعا دفاع از سنگر کردن، حفاظت سنگر محمدی را کردن صلی الله علیه و سلم. امروز ما هم باید امی افتخار به خود کمایی کنیم. به هر کس میسر نمیشه. الله متعال که موقع را برای خدمتگزاری دین رسول الله برای تو آماده کرده، بسیار شکری الله متعال بکش. این موقع به هر کس همیشه میسر نمیشه. این را بدانه. بعضی اوقات دوستا بر ما میگه والا بسیار جنجالاست، ما بسیار تنگ آمدیم. من میگم شکر بکش، شکر بکش که باطل در مقابلت استاد است. تو دیگه قوت میگیری، تو دیگه آشنایی با حق پیدا میکنی. اگر در مقابل دشمن نباشه تو نیرو نمیگیری، تو بیدار نمیشی. آمدن کفار، حرکت های غرب، ای نعوذ بالله شبکه های مبتذلی که تبلیغات میکنه، من انشالله خوش هستم که این جوانای اینمی سرزمین انشالله اتون نیرو بگیره، اتون قوت حاصل بکنه که این مردم امی قسم خاک در دهنشان پس بگردن، مصارفشان شده باشه، اما آمال و آرزویشان در خاک دفن شده باشه. ما ای امید انشاءالله داریم و هست امیالی برادرها و جوانای بیداری داریم. به مجرد صدا و آواز الحمدلله به هیچ نوع قربانی دریغ نمی کنن، آماده هستن. ما دیدیم الحمدلله حرکت خیلی ضعیفی ما مبدل به او حرکتی شده که امروز فضل الله سبحانه و تعالی است. ما ثمرش می بینیم. اگر ما کمی حرکت بکنیم، کمی خود شور بدیم، کمی خود بیدار بکنیم، روزنه های طعنه بند بسازیم، بشناسیم که از کدام روزنه ما کمین زده میشیم، از کدام راه ما کمین زده میشیم. از او خاطر پیام ما و جوانان مخلصی دین، این دعوت حق امیسته که جوان خدا بیدار بساز، هوشیار بساز، شکوک و شبهات هر کس گوش نگی. چی میتونی خدمت بدین، چقدر خدمت کرده، ارزیابی کو روزی تا افتیتا مایی تا ارزیابی کو که ما چقدر دفاع از دین کردیم، چقدر سنت رسول الله را دینمی مقدار عمر خود پیاده ساختیم، از او دفاع کردیم. ای جوانا، امروز اسلام همینطور نیاز به شما جوانا داره که از پیشش دفاع بکنه. او صحابه در او زمان دفاع کرد، تو امروز دفاع کو به این ملت مظلوم. سنتای رسول الله صلی الله علیه و سلم خواب واضح بساز که مردم بدانه درک کنه که حقیقت دین کدام است. دین ما دین خرافات نیست، دین ما دین خوابا و افسانه ها نیست. دین ما اساسی متین داره. ما سخنی را قبول نمی کنیم که استناد از کی نداشته باشه؟ کتاب الله و سنت رسول الله. صحابه همو مردم بود که امی دینه، امی کتاب الله و سنت رسول الله را بر ما رسانیده. الله چی وعده کرده با او طایفه، با او جماعت؟ وعد الله الذین آمنوا. الله از وعده خود مخالفت میکنه؟ کلا قطعا. این خبر است یا نه که انشاء؟ کسایی که علماست میدانه این خبر است یا انشاء؟ این خبر است. در اخبار الله نسخ آمده میتونه؟ در اخبار نسخ نمیاد که الله خبر میده. الله وعده کرده امرای کی؟ نه تنها صحابه، الذین، امرای او کسانی که آمنو ایمان آوردن. کدام ایمان؟ ایمانی که به مثل کی باشه؟ فاین آمنو به مثل ما آمنتم. تا وقتی که به مثل صحابه و ایمان نباشه، ایمانی که در حدیث پیغمبر مکمل واضح شده، ایمانی که کتاب الله برای ما واضح کرده، او تو ایمان اگر پیدا کردی و عمل الصالحات و عمل صالح انجام داد در پالو ایمان عقیده، واقعا عمل کردی تو مکمل نمایان شد. مردم شناخت که این آدم کدام آدم است. از این خاطر من دوستای خودم میگم ای ملت، ای جوانا، تنها بر رفع الیدین راه سلف دنبال کردن نمیتونه که ما یک رفع الیدین یا امین بزرگ بگیم یا ایسته که دستا را در سر سینه بمانیم. منهج سلف
از ما تقاضای الگوی واقعی سلف میکنه که در تمام کار و کردار خود ما واقعا نمونه سلف باشیم، در تمام امور خود جستجو بکنیم، حلقات درس زنده بکنیم، مرکزها را زنده بکنه، علما در خدمتتان است. خود کتله جور کنه، در هر منطقه کابل علما را دعوت بده، بشینه درس بخونه. درس برای ملایی نیست که تو دیگر از توی امام شوی، درس برای خودفهمی است که حقیقت دین درک بکنیم. ای جوانا، از امروز این زمستانتان هدر نروه، این رخصتی که چانس طلایی براتان میاثر است این هدر نروه، ساعتایتان شمار بکنه، از این ساعتا هم خود بیاموز، هم اونجا برادر دیگر همراه خود بشان، قناعت بده، دعوت بده، نکنه آتش دعوت خاموش نسازه، چوب بیاره که آتش ادامه پیدا کنه، این روشنی در هر جای برسه. ما قرار خواب هستیم، ولا یک نفر هستم نمیشه، کوشش کو 2 نفر پیدا کو، 1 نفر پیدا کو، او کوشش کنه 1 نفر دیگره. اگر ما در 1 هفته قطعی 3 نفر مجلس بکنیم و او را دعوت به دین حق بدیم، آیا نمیپذیره؟ در هفته دیگه 6 نفر نمیشه که یک نفر به خود دعوت بده، در هفته دیگه 12 نفر نمیشه، در هفته دیگه 24 نفر نمیشه که یک نفر در 1 هفته ما دعوت بدیم. چه جای ازی که الحمدلله اینطور استعدادا و اینطور قابلیت‌ها در بین دوستان وجود داره، در 1 روز 10 نفر دعوت داده میتونه. اما ما این کاری خود نمیدانیم، میگیم دین فقط مربوط مناسب باشه. دین مربوط ماست. اسلام دین همگانی است، اسلام دین تن و ملا نیست. الله متعال از خاطر اینجا نه تنها که صحابه را مشخص کنه، به یک قانونی کلی و عام میگه وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات. عمل صالح را کلتان میشناسه. چند قید داره؟ بعد از ایمان 2 شرط داره که خالص برای کی باشه؟ الله متعال. اگر نماز میخونی، تلاوت میکنی، راه جور میکنی، هر عملی نیک و پسندیده را لحاظ و ملاذ کسی دیگر امرایش نمیکنی، خالص به خاطر کی؟ الله متعال. دوم شرط چیست؟ که امی عمل نیک به نقشه کی باشه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم. وقتی ما آشنایی پیدا میکنیم که عملی را انجام میدیم، از نقشه پیغمبر آگاهی داشته باشیم. اگر از نقشه پیغمبر آگاهی نداشته باشیم نمیتونیم. یک مثال ساده میگم، خطبه ختم میشه، ما میگیم پایا و شانه هایتان بچسبانه، سفر راست بکنه. الله اکبر. برادرایی که جدید در مسجد ما آمدن، ناشنا برش معلوم میشه، اگر تو پای برش نزدیک میکنی و دور کده میره. چرا؟ به خاطری که او بیچاره این حدیث نشنیده، در گوشش نرسیده، از او خاطر از سنت رسول الله فرار میکنه. ما ملامت نمیکنیم شد. چرا؟ به خاطری که حدیث در گوشش نرسیده. ما بتانیم حدیث پیامبر در گوش همچو برادرای مخلص خود برسانیم که وام آشنا شود، وام معلومات پیدا بکنه که واقعا دین کدام است، تعلیمات پیغمبر کدام است. ابی برده الله متعال بعد از او چی میگه؟ که این کسایی که ایمان آورده و عمل صالح میکنه، منهم، اینجا برای جنس است. دشمنای دین میگه من برای تبعیض است. بعضی از یار الله متعال میگه امی کسایی که تعجب گبیسته که الله اول میگه وعده کرد الله امرای کسانی که مؤمن است و عمل صالح انجام میده، باز میگه این من برای تبعیض است. آیا این مجموعه که ایمانی واقعیم داره، عمل صالح داره، باز تبعیض قبول داره؟ افسوس است که در تفاسیر دشمنای دین امی قسم گپا نوشته است، من تبعیضی جور میکنه. الله وعده به مطلق مؤمنی که عقیده صحیح داره، عمل صالح داره، با کلگی وعده است یا با بعضش؟ با کلگی. من اینجا برای جنس است، جنسی همی مردم، تنها صحابه نه، تا روز قیامت که همی صفات را مردم داره. الله وعده کرده. چی وعده را کرده؟ مغفرت و اجر عظیما. یک جناب عالم که خدا خب کلانم تراشیده، تفسیرم نوشته کرده، تو را به الله قسم کلمه مغفرت برای چی میاد؟ از تو سوال دارم. بجز از پیغمبران علیهم السلام کلمه مغفرت برای دیگران بخشیدن چیست؟ خطاها و گناه هاست. و جناب تو که تبعیض میکنی، خیر او مردمی بودن که هیچ گناه نکردن، پاک بودن، بنابر گفته تو که چند نفری مخصوص باشه، بنابر میگه من برای تبعیض است، برای بعضیت است. کلگی صحابه پیغمبر الله نمیگه، چرا که در اینجا دیگران شامل است. دیگران خو کلگی پاک نیست. ما میگیم صحیح است که پاک نیست. غیر از پیغمبر ما به دیگه کس عقیده نداریم که معصوم است. اهل سنت امیر منهج و عقیدهش است. خو لیکن خطا است پیش شده، گناه است پیش شده. قرآن خود میگه
وعده کرده الله برشان چی؟ مغفرتا بخشش. بخشش از چی میشه؟ از خطا. که تو خطا کرده باشی. قرآن خود صراحت میگه ای عالم چرا رای حق و انصاف اعلام میکنی؟ برای تقویت مسلک خود نعوذ بالله تحریف در کتاب الله میکنی؟ آیا به الله چی جواب میگی؟ امروز سیاستت شاید بالا باشه، مردم دوستای تبوسه کنه، اما در روز قیامت آیت کتاب الله را چرا تحریف میکنی؟ مغفرت برای کیست؟ و بعد از او اجرا عظیما. الله گناه ها و خطاها را مغفرت میکنه. صحیح که ما خطا شدیم ولی الله اجر عظیمه وعده کرده. وعده به امرای امچو مردم که پیشتازترین طایفه های امی طایفه کیست؟ صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم. ابی برده رضی الله عنه نقل میکنه از پدر خود ابو موسی رضی الله عنهما و میفرما قال رفع النبی صلی الله علیه وسلم رأسه الى السماء. پیغمبر علیه السلام میگه سری مبارک طرف آسمان بالا کرد. و کان کثیرا مما یرفع رأسه. بسیاری کرد پیغمبر علیه السلام عادت مبارکش بود که طرف آسمان بالا سعی میکرد. و بعد از چی گفت؟ فقال پیغمبر علیه السلام گفت النجوم امانه للسماء. ستاره ها سبب امن، ذریعه امن برای آسمان است. تا وقتی که ما ستاره ها را در آسمان مشاهده میکنیم آسمان هم برقرار است. چقدر خوب است. افواهات و سر و صداها پیدا شده که یک ټوټه از آفتاب خطا خورده یا از کدام سیاره و این اصابت در زمین میکنه. این افواهات و سر و صداها قبلا هم بود، اما الله متعالی فضا را چت جور کرده و سماع بناء جور کرده. الله آسمان یعنی بالای ما را به مثل چی واره؟ سقف خانه واره. سقف خانه باران من نمیکنه، سنگ بیفته من نمیکنه. فضا را الله متعال متراکم جور کرده و سنگا را بسیار همه روزه همه ساعتا از بالاها میفته، اما الله متعالی کره را این فضا را طوری جور کرده که او را ذوب میکنه، خاکستر میگردانه. گاهی که الله میخواهد در زمین اصابت میکنه. بجز از اراده الله متعال چیزی در زمین آمده؟ یکی از احسانات و نعمتهای بزرگ الله ساختن بالای ما را، فضای ما را چی؟ سقف جور کردن است. اگر الله متعالی را سقف جور نمیکرد ما در دنیا زندگی کرده نمیتونستیم. سنگای آسمانی پایین میشد، سر و صدا هاست. اما پیغمبر علیه السلام میگه تا وقتی که شما ستاره ها را در آسمان میبینید آسمان به امن است. لیکن زمانی که ستاره ها از بین میره باز میبینی که آسمان در حال خود باقی نیست. اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت. صحیح است؟ مختلف حالتا پیدا میشه که آسمان به این حالت نمیبینه. روزی که امو تاریخ بیا که الله متعال خواسته این از بین ببره. پیغمبر علیه السلام میفرما که ستاره ها امن برای آسمان است. و باز چی میگه؟ فاذا ذهب النجوم، وقتی که ستاره ها بروه اتى السماء ما یوعد، برای آسمان آن چیزی میاد که وعده کرده شده. وعده الله است که آسمان ها را وقتی که قیامت میشه در جای خود قایم باقی میمونه؟ نه، از بین میره. بعد از او و انا امانه لاصحابی، ما ذریعه امن برای صحابه هستم. تا وقتی که ما موجود هستم در بین صحابه کشمکش، جار و جنجال، تنازعات، مشاجرات، این گپا دیده نمیشه. خود چی میگه؟ فاذا ذهبت، وقتی که ما برم از دنیا رحلت کنم، انا وقتی که ما برم پیامبر اسلام اتا اصحابی ما یعدونه، و صحابه ما آن چیزی میاد که امرایشان وعده کرده شده. وعده های نبی بود. نزاع و اختلافات پیدا شد، اشرار کاری خود میکنه. اولین حرکتی که برای متفرق ساختن صحابه کرام شروع شده، آغاز و ابتدایش کی کرده؟ یهود. کی کرده؟ در رأسش یهود قرار داشته، جماعتی را که گماشته جور کرده. ولی از کدام را؟ از راه دشمنی، از راه دوستی. از راه دوستی تبعیض قائل شد به نام محبین اهل بیت و به نام محبت علی رضی الله عنه. جماعت به خود جور کرد. اینی را مردم میگه که تفکیک کردن. یک صحابی را طعن و لعن بگو، جبت و طاغوت بگو، دیگه صحابی را نعوذ بالله اول پیغمبرش بساز، بعد از او در الوهیت برسان، و بعد از او ادعا بکو که الله حلول کرده در وجودی کی علی را. بعد از او نقل به اماما میرسه. در بین طایفه ها اینطور طایفه های وجود داره که امروز به می عقیده هستند که الله متعال چی کرده؟ حلول کرده در وجود علی. و بعد از او همینطور سلسله وار نقل میشه، کتابا را بخونه، ادیان بخونه، بعد از او براتون واضح میشه. بله، بعد از وفات پیامبر علیه السلام مشکلات ها ایجاد شد. اما بعد از او چی میگه؟ پیغمبر علیه السلام میگه و اصحابی امانه لامتی، تا زمانی که صحابه موجود است امت
تمام کارایش برقرار است. مشاجرات، منازعات، ایگپا خو هست، ایگپا خو خامخا وجود داره، اما امت حالتش برقرار است، نظمش برقرار است، حکومتش، کاری، پیشرفت و ترقی، شان و شوکات امت بجا است. لیکن وقتی که فیضا ذهب اصحابی، وقتی که صحابه از بین رفت، در دنیا کسی باقی نماند. اتا امتی ما یعدون، با امت ما آن چیزی میاد که امرایشان وعده کرده شده. حالات دیگرگون شد، علما، کتابای مسلمانا چیزی سوخته شد، قتلای عام شروع شد، لیکن کل دسیسه ها از طرف یهود به لباس اسلام و محبتی که اهل بیت آمد. دوچار اینطور مشکلات ها شد. تاریخ مطالعه بکنی، تاریخی سقره، تاریخی واقعی را. هر کتاب نه که هر کتاب در دستتان بیاید دروغ پردازی های شروع شده، نعوذ بالله، که اولاد صحابه را طوری معرفی میکنه که از جا کده منافق مردم دیگه نبود، نعوذ بالله. این چطور شده میتونه؟ و مردم چی نیاز داشت به این گپا؟ چرا؟ این حدیث دیگه حدیث تشریح میکنه. عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه میفرماید، پیامبر علیه السلام فرمود خیر امتی قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. بهترین امت ما کدام است؟ کسی که در زمان ما زندگی میکنه. خیر گفته این امت. خیر آیا کسایی که مرتد باشه، نعوذ بالله آینده مرتد میشه، او خیر گفته میشه برش؟ او خوشحال است. حدیث، این حدیث هم متفق علیه حدیث است. چطور شده میتونه که پیغمبر بگویه او کسایی را که نعوذ بالله مرتد باشه او را خیر بده؟ نه تنها او را، پیغمبر علیه السلام میگه ثم الذین یلونهم، بازو مردم، او قرن، او طایفه خیر است که به این صحابه نزدیک است. بعد از او ثم الذین یلونهم، بعد از او چی بود بگه؟ تابعین. ببینه پیامبر علیه السلام در حدیث دیگه ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر علیه السلام وقتی که مردم در جنگ میرفتن میگفتن که آیا صحابی در بین موجود است؟ اگر صحابی موجود میگه فتح بر ما نصیب میشه. بعد از او میگفتن که آیا کسی که صحابی را همراهی کرده باشه موجود است؟ باز فتح نصیب میشد. باز میگفت کسی که با صحابی مصاحبت کرده باشه، نفری دیگه که قطعی نفر یعنی قطعی تابعی مصاحبت کرده باشه موجود است، باز فتح نصیب میشد. تا زمانی که تا 3 سلسله را در حدیث میاد که فتح نصیب مسلمانان میشه. الله متعال این امتیاز و برکت به صحابه داده بود، لیکن امروز صحابه کرام مورد طعن قرار گرفته میشه در مجمعه می، در رسانه ها، از طریق ارگان های بزرگ. اما مسلمانان، علمای ما دهن بند کرده. چپ است. چرا؟ آیا لعنت به طریق عام درست است؟ کلا قطعا نه. عزیزان گرامی، ما برای دفاع دین خود، سند دین ما کیست؟ صحابه. سند دین ما کیست؟ کتاب الله و سنت رسول الله تعلیمات برای ما کی رسانده؟ اگر صحابه مطعون شود، صحابه نعوذ بالله مورد اعتراض و انتقاد شود، دین ما موردش کیست؟ انتقاد و اعتراض. از این خاطر ما تا آخرین مرحله را دفاع از کی بکنیم؟ صحابه کرام. تحمل نمیتونیم که بعد نه صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم چی در سر منبر و چی از طریق شبکه ها برای صحابی بد گفته شود. این را قطعا تحمل نمیتونیم. چرا؟ این جزء دین ماست، سند دین ماست. از این خاطر از او کسانی که امچو گپا را زمزمه میکنه در رسانه ها خود باید بدانند که دیگه امت حوصله از این نداره که بشینه شما بد بگوی و ما سعی بکنیم. هیچ امکان نداره. باید هر کس اگر میدانه که ما واقعا در این سرزمین زندگی میکنم، به امن زندگی میکنم، دست در صحابه کرامو در طعنش دراز نکنه که بگویه که این طور گپ است، این طور گپ است. ما مردم این طور خواب نیستیم. خب این قدر گپ است که ملت ما تالی را یک زندگی صحابه برش معلوم نیسته. کی را میشناسه؟ خود حافظ را میشناسه، نجما را میشناسه. این ملت مظلوم بیچاره ما مولانای بلخ این قدر مردم میشناسه که پرسان نکو، اما صحابی را ابوبکر را نمیشناسه. عجیب نیست؟ تا کی ما حالات غفلت به خود بگیریم، از شان سلف خود آگاهی نداشته باشیم؟ به تاریخ مطالعه بکنه، حقیقتا براتان برملا شود که مردم چی فداکاری کرده. الله متعال توفیق بده و الله متعال محبت صحابه را در قلب ما جا به جا بسازه. به خاطر دیگه سلسله ان شاء الله ادامه داره در مورد انصار، مهاجرین، پیامبر علیه السلام، آیات های دیگری که آمده. به خاطری که ما صحابه را خوب بشناسیم ان شاء الله این سلسله را ادامه میدیم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
برای دیدن بیشتری مطالب اسلامی کانال یوتیوبی ایمان صلات را سابسکرایب نموده زنگوله را فشار دهید.